به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، خدا کنه جور و صحت و سلامت باشید. شما را باز هم خوش آمدید میگیم به یکی از برنامه‌های دیگه ما از چینل کابل تاکسی. امروز آمدیم در واقع کمپانی کابل نه خلاص میره دشت برچی. دشت برچی قلای نو. کارتش کو که بازی خراب میشه. خب بازی داد میشه. نمیفهمم چیزا. سلام هموطنان عزیزم، خدا کنه جور و صحت و سلامت باشیم و لباس عافیت بر تن داشته باشید. هموطنان عزیز، امروز آمدیم در دشت برچی قلای نو و موترفروشی جمعه ابراهیمی، یکی از بهترین موترفروشی های دشت برچی است. بهترین موترهای کاروبار، بهترین موترهای سوپر کشتوم، فلنکو جیارا اینجا دارند و آمدیم که به خاطر شما برنامه تهیه کنیم و موترهای زیبا را به معرفی بگیریم تا شما بیایید و خریداری کنید. در پالی ما مدیر مسئول از این نمایشگاه است. اول قد یک معرفی کوتاه میشیم، بعدا میریم سر موترها. سلام اسد جان، خوب هستین؟ بخیر باشین. بخیر صحتمند؟ بخیر باشین. میشه اسد جان کوتاه خود برای هموطنان عزیز ما معرفی کنید؟ اسدالله جعفرزاده، عضو موترفروشی جمعه ابراهیمی که. بسیار خوب. جعفرزاده صاحب، میشه که موترهای کاروبار، موترهای زیبا را هموطنان عزیز ما و به خصوص از چینل کابل تاکسی دیگه موترهای کاروبار و موترهای باشه که برشان ارزان باشه، برشان بصرفه، اونو ما را میخواه. خوشحال میشیم که معرفی کنیم. میریم سر اولین موتر ما. جعفر جان در یک موتر کسه تویوتا مارک چی، شرکت چی، سپر کشتوم یا هایس میگیره. هایس یا سپر کشتوم یا کسه ژاپنیه. ژاپنیه دیگه پلیتای شخصیه یا کسه از ژاپن وارد میشه. یا قیمت از یا در حدود $6,500 میه. $6,500 میه. اصلیه. موترها دیگه برای فامیلای زیادتر خیلی مردم خوش میکنه. چند سیته هست؟ این 3 سیته، 3 چوکی داره. چقدر نفر میبره؟ این در حدود 10 نفر. 10 نفر. ماشینش باز چی است؟ ماشین از یا کستر دیزل وانکوزر ایده. وانکوزر 4 سلن. این دوستای عزیز با قیمت 6,500 یک موتر زیبا، تمام مشخصاتش براتون گفت جعفری صاحب. میریم سر موتر بعدی ما. این موتر کسته هم سپر کشتوم مدل از است 2002. استیکر ای. استیکر کابل پلید موقت 3 ساله.
3 ساله نواری ده این در حدود قیمت $10,000 میه. دیگه این کسی اینجا در افغانستان نچلده. این موتر برای مردم برای کاروبار استفاده نمونه، برای شخصی یارو سوار شخصی شرکت ها مؤسسه های خارجی زیاد از این موتر استفاده میکنن. یا ماشین وانکوزاید وانکوزاید ماشین از این امو 10 نفر یا میبره. هم 10 نفر میبره. قیمت از این چند گفتی؟ این قیمت از $10,000. $10,000. این دوستا از یک موتر زیبای دیگه با قیمت 10,000 میایم سر یک موترک زیبای دیگه ما کی منفی نیست. این زیر منفیه. زیر منفیه. بله چه زیر منفیه، مدلش 96 یا وانکوزاید ماشین چی؟ دیزل است. اسنادای 3 ساله پاک است. اسنادش پاک است، تب داره، کمک داره. دیگه حدود یم دم 6,500 قیمت میاد. این دوستای عزیز یک موترک زیبای دیگه در حدود 6,500 ان شاء الله جرامت داره. این موتر جرامت داره. کالا متنای عزیز ما خواد گفت که کلش به یک قیمت گفته میره 10,000 و 6,500 این جرامت داره. نه همشهری ها که به ما در خدمتش جرامت داره. این دوستای عزیز بین از نزدیک موترها را دیدن کنین ببینین. انشالله قطان جعفری صاحب جرامت هم میکنن. میایم سر این موتر ما یا خوب یک رنگک چیز داره هایس هستی بنا یا هایس سپر کشتم یا هایس. این قیمت از $6,000. $6,000 یا 10 نفر 3 سیت داره. چطور 8 نفر میبرن؟ 3 سیت نیست که خودم پشتی 4 نفر 10 نفر بگیر. یا هم زیر منفی است یک پلیتش یک رنگ زیبا تبدار است. تبدار کمک داره یا تبدار. قیمتش چند گفتی؟ قیمت از 6,000. جعفری صاحب میریم یعنی موتر کسی برای دیگران برای معرفی میگیریم. ایرا یک کسی سپر کشتم است ماشین از تریلا برای کاروبار مردم از این موتر استفاده میکنن. برای توزیعات های شرکت ها زیاد برای توزیع برای مسافر برای پلیت از یا زیر منفی است یا تبدار است. باز در رنگ هم فرق است. در رنگ فرق رنگ سفید بالاترین خرید فروش داره. همین ماشین وانکوزاید و تریل چی فرق داره؟ وانکوزاید کسا فول تایم در حساب حرکت فول تایم تا سرعت 40 اون مصرف تیل چه بالا یک است. تریل کمکدار لاک میشه لاکیه یا که مصرف تیل چه کمه مانند فلانکوج بریه. باز کدامش قوی است؟ وانکوزاید قوی است یا تریل؟ وانکوزاید قوی در حساب ماشین یک دو تا فلانکوج هموطنای عزیز ما زیاد علاقمندش است. خواستیم که میرم به معرفی بگیری یک دو تا فلانکوج بر ما. فلانکوج یعنی مدلش هست 93 پلیت چه بسته یا شخصی نیه یا بسته یا برای کاروبار دیگه برای لاینای شهری لاینای اطرافی مرا زیاد. این تریل 4,200. یعنی قیمت از این کسا قیمت فلان کجا کسا به دلار آمریکایی نیست یا ما به حساب افغانی قیمت میکنیم. به افغانی که بود ای کاش که هموطنای عزیز ما میگه دلار بر ما نگه افغانی بود قیمت فلان کجا به حساب افغانی قیمت میکنیم. این با چه قیمت 6 لک افغانی 6 لک افغانی دیگه یا 4 سیت است نه اسد جان یا 3 سیت 3 سیت با چند نفر میبره فرق میکنه قطعا یا فرق میکنه یا 12 نفر 12 نفر کمک دار است یا کمک داره یا بسیار دلای مردم از این استفاده میکنه. قیمت 6 لک موتر آخر ما رو به عنوان آخرین موتر میریم امور رو میبینیم که چی هست. فلانکوج است. فلانکوج مدل 96 اسنادش پاک پلیت چی بسته. قیمت از این میده خانه 8.5 لک. 8.5 لک. مدلش چنده؟ 96 هنوز فرش چوکی نشده این موتر. ماشین از این باز چی است؟ ماشین از یا تریل. ماشین از تریل آوردیشه. این هموطنای عزیز تصویرات درست معلوم نمیشه. من تصویرها را جدا براتون میگیرم. نشانتان میتم از داخلش از بیرونش از همه چیز تبدار است بود اسد جان؟ تبدار نیست. فلان کجاست بی تبع. تشکر اسد جان قند باش که موضوع برایم از اینجا که هموطنای عزیز درست موضوع را ببینه. اسد جان قند تشکر. اگر کدام گپ و گفتنی مانده باشه به هموطنای عزیز ما کسایی که خارج از کشور شما را میبینه دوستا کمره ما در خدمتتان است. تشکر. گفتنی خاصی نیست. سلامت باشین. تشکر. هموطنای عزیز تشکر که تا این دم همراه ما بودند و برنامه را دیدند. تا برنامه های بعد شما را به خداوند یکتا میسپارم. لایک کامنت سابسکرایب یادتان نرود. هر جای هر موقعیتی که شما خواسته باشین هر نوع موتر خواسته باشید بر ما در کامنت ها بنویسید. ما ان شاء الله میریم از اونجا گزارش تهیه میکنیم بر شما. تا برنامه بعد الله یار و نگهدارتان.